طریقه تست دیود با مولتیمتر رو میخوام به آموزش بدم. اگه بلد نیستی پس تا انتهای این ویدیو همراه باش که آموزشش رو ببینی، یاد بگیری و استفاده کنی. برو بریم. سلام و درود، خوش اومدید به این ویدیو. من امیر محمد هستم. خوش اومدید به چنل امیر تکنیک. امروز قراره طریقه تست دیود با مولتیمتر رو بهتون آموزش بدم. پس اگر که از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، نظرتون رو برای ما کامنت کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر بشیم. بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. خب ما اینجا یه دونه دیود داریم، دیود یک سو کننده که ولتاژ رو از این ور به این ور عبور میده ولی از این ور به این ور عبور نمیده. دلیل اینکه میگن یک سو کننده همینه، چون به یه طرف فقط هدایت میده. خب حالا ما اینجا یه مولتیمتر هم داریم. اول سیمای پراپش رو باید وصل کنیم، بعد مولتیمتر رو روشن کنیم. این یه نکته ای بود که باید حتما بهتون میگفتم. علامت دیود رو اینجا میبینید. سیم قرمز رو به این ور وصل میکنیم و سیم مشکیمون هم به کام وصل میکنیم. و حالا مولتیمترمون رو میچرخونیم تا رو علامت تست دیود بیفته. دقت کنید که تست بو نباشه یا تست بیزر نباشه. خب حالا شما این دیودو وقتی که سیم قرمزش رو به این طرف وصل کنی و سیم مشکیش رو به این طرف وصل کنی، یه ولتاژی از مولتیمتر به دیود انتقال داده میشه که نشون میده اینجا که درست هستش این دیود، و این دیود هم 0.5 ولت نشون میده. حالا اینم بهتون میگم که چرا 0.5 نشون میده. و حالا اگر از این ور از این ور بگیریمش، یعنی برعکس اون چیزی که گرفتیم، اینجوری بهش وصل بشه، میبینید که چیزی به ما نشون نمیده، همین OL هستش. خب پس این دیود ما سالم هستش. حالا چرا به ما اینجا 0.5 نشون داد؟ در واقع وقتی که به ما 0.5 نشون میده، بعضی موقع امکان داره 0.3 تا 0.5 نشون بده، بعضی موقع هم 0.7. چرا؟ به دلیل اینکه جنس دیود رو به ما نشون میده. اگر جنس دیود ما از نوع ژرمانیوم باشه 0.3 تا 0.5 نشون میداد، همینجوری که الان این دیود ما 0.5 بود. بذار من یه بار دیگه بگیرم. برعکس گرفتم، دیدید 0.5. پس این جنس دیود ما ژرمانیومه. ولی اگر 0.7 یا 6 باشه، جنس دیود ما ژرمانیوم نیست، سیلیسیوم هستش. ممنون که تا انتهای این ویدیو نگاه کردی. بهت پیشنهاد میکنم این ویدیوهایی که این بالا بهت پیشنهاد میشه رو حتما نگاه کنی که یاد بگیری. توی الکترونیک خیلی به دردت میخوره. یه حمایتی هم از ما کردی، ممنون میشم اگه این ویدیو رو لایک کنی، نظرتو برای ما کامنت کنی، کانال رو سابسکرایب کنی، زنگوله کنارش هم بزنی که هر موقع ویدیو گذاشتم با خبر بشی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.